خب در مورد این که اسپینوزا چه کتاب‌هایی داره و چطور زندگی کرده و این کتاب‌ها در چه شرایطی نوشته، کدام کتاب اسپینوزا مهمه، کدام کتاب خیلی ارزشمند نیست، جایگاه اسپینوزا در خود قرن 17 چطور بوده، اینا رو هفته بعدی مفصل صحبت می‌کنم. در این هفته من 3 پرسش جدا کردم که فکر میکنم برای ورود به فلسفه اسپینوزا و برای نشان دادن اهمیت اسپینوزیست ها برای قرن 21 و در آخر برای جامعه ما این 3 پرسش اساسی هم. یک پرسش، 3 پرسش همول من فقط نام نبرم. پرسش اول اینه که چگونه اسپینوزا از درون داستان فلسفه سر برآورد، یعنی اساساً اسپینوزا چطور شد که در بین نزدیک به 44-45 فیلسوفی که ما به می 2400-500 سال پیش داشتیم، اسپینوزا شده جز 3-4 فیلسوف مهم تاریخ فلسفه. چرا چنین چیزیه؟ این که میتونیم در طول این جلسات ثابت بسازیم که فیلسوف بسیار مهمیه، اما چرا این فیلسوف مهم شده؟ در مورد از این با هم صحبت میکنیم همین امروز. پرسش دوم اینه که چرا اسپینوزا برای قرن 21 مهمه؟ منظور من چرا اسپینوزا در قرن 21 در غرب به عنوان فیلسوف مهم و تاثیرگذار جا باز کرد؟ چه کار شد که این اتفاق؟ پرسش سوم اینه که خب اسپینوزا چه اهمیتی برای ما داره؟ مثلا برای افغانستان چه اهمیتی داره؟ استراتژی من اینه که استراتژی من در همین 10 سالم همین بوده، در حال حاضر به می درس گفتارم همینه که من دنبال فلسفه میرم و دنبال فیلسوفی میرم و دنبال تاریخ نگار میرم که بفهمم تاثیر داره، مهمه بر جامعه ما. یعنی حتی اگر یک فیلسوف برای غرب مهم باشه، تاثیرگذار باشه برای غرب، ولی تاثیر چندانه بر جامعه افغانی نداشته باشه، من از او عبور میکنم. پس انتخاب اسپینوزا به این دلیلی که من فکر میکنم که با هم در آخر این جلسات به نتیجه هم میرسیم، یعنی میبینیم که عقل جمعی به می باوره که من دارم در اصل موافقه یا نه. من فکر میکنم اسپینوزا کاملا برای جامعه ما یک فیلسوفی که کاملا یک فلسفه تطبیقیه، کاملا به درد جامعه ما میخوره. خب این پرسش با هم دیگه پیش میبریم. من پس شروع میکنم از خود داستان فلسفه‌ای که فلسفه چه فراز و فرودهایی داشته، در مورد ازی صحبت میکنم و تلاش میکنم اینمی گرافرم به نوعی تبیین کنم. در چنین گرافی که در این قسمت شما بگیریم قله الهیات و به این قسمت هم بگیریم قله فلسفه مدرن. من میخوایم جایگاه اسپینوزا در این قسمت مشخص بسازم و بعد نشون بدم که پروبلماتیک ما، چی میگن، مسئله ما، کلمه مسئله هم خب معادل درست نیست، در اصل انسداد و مسئله جامعه ما دقیقاً در این جایگاهیه که اسپینوزا قرار داره. تلاش من اینه که نمیم نشون. خب اول باید ببینیم موضوع فلسفه چیه. خیلی فلسفه خود تعریف مختلف از فلسفه میشه. 2 تعریف خیلی تعریف در اصل دیگه مشهوری هستند. یکی تعریفی که در فلسفه یونان باستان بوده، که فلسفه فیلسوف کسی که دوستدار دانایی، فلسفه در واقع نوعی کنش به دانایی و دوست داشتن، یک کنش عاشقانه به سمت دانایی و یک نوع محبت به دانایی. چنین تعریفی از فلسفه یونان بود که به فلسفه مدرن تعریف دیگه کامل رفت کنار. در فلسفه مدرن فلسفه صرفاً به معنای تأمل در مورد زندگیه، هر نوع از زندگی، هر شیوهی از زندگی با کل ساختار و بافته که زندگی داره. و البته خود مفهوم زندگی باز در آینده در همین اسپینوزا در مورد صحبت میکنیم تا چه اندازه خود مفهوم زندگی پیچیده. اما موضوع فلسفه خب با تعریف فلسفه فرق میکنه. موضوع فلسفه واضحه، حقیقت. در واقع موضوع فلسفه تأمل، تفکر، پژوهش، به کار انداختن بدن، ذهن در راستای حقیقته. پس موضوع فلسفه حقیقته. خب اما خود حقیقت چیه؟ یعنی اصل پارمنیدیسی در نظر داشته باشیم. پارمنیدیس یک اصل داره به نام اصل اینهمانی. یعنی چی؟ میگه که حقیقت یعنی مطابقت
فکر با وجود، یعنی چطور میشه اشیا، چیزها رو ببینی و اونا رو عقلانی ببینی. چطور چنین اتفاقی میفته؟ چطور وقت نظاره میکنیم جهان زندگی، اشیا، موجودات، همه چیزه، چطور میتونیم چیزها رو ببینیم ولی به صورت عقلانی؟ پس تفکر عقلانی و نظاره کردن و شهود کردن، نظاره کردن جهان موضوع فلسفه، یعنی حقیقت، یعنی مطابقت فکر و وجود. این اصل این همانی که در اندیشه پارمنیدس میگه که زمانی که خب اینا نیاز باشه، میگه اگر فکر مساوی باشه با وجود و وجود مساوی باشه با فکر، در واقع حقیقت رخ داده. فلسفه یونان خب میفهمیم به دو بخش تقسیم میشه دیگه، فیلسوفای پیش از سقراط و فیلسوفای پس از سقراطی و سقراطیان که میگن. فیلسوفای پیش از سقراطی در کل دنبال یک اصل وحدت بخش بودن که به اون میگفتن آرخه، اصلی که همه چیز از اوش به وجود آمده یا از اون ساطع شده یا همه چیز فیضی از او برده. حالا من دارم از فلسفه های مختلف دارم یک چی میگم، اصل نخستینی که همه چیز از درون او بیرون شده. فکر کنیم بیرون شده، حالا کلمه واژه‌های مختلف هم استفاده میکنم، بیرون شده، خلق شده، ساطع شده، فرق نمیکنه. اصل نخستین در واقع کل فیلسوفای پیش از سقراطی پرسش اصلی اینایی بوده که وجود از چی تشکیل شده؟ اصل نخستینی که وجود در به وجود آورده چیه؟ کل فیلسوفای پیش از سقراطی دنبالی بودن. اما چرا دنبالی بودن؟ به خاطر که 3-4 مفهوم برای فیلسوفای پیش از سقراطی مهم بوده. یک ضرورت، جهان و هستی و کل موجودات باید یک اصل نخستینی داشته باشن که این اصل نخستین ضرورت داشته باشه، یعنی فضاته وجود داشته باشه، ضرورت داشته باشه و در همه جا، در هر زمان، در هر مکان قابل در از تأمل و بررسی باشه، یعنی زمانمند و مکانمند نباشه. دیگه ثبات داشته باشه. او اصل نخستین باید پایدار باشه، نباید متغیر باشه، چون اگر متغیر باشه در زمانها و مکانهای مختلف و با حالات مختلف او چیز تغییر میکنه. دیگه واحد باشه. او اصل نخستین نمیتونه متکثر باشه. اگر متکثر باشه خب وحدت نداره دیگه، و وقتی وحدت نداشته باشه، هر چیزی که متکثر باشه خودی باز باید یک علت نخستینی داشته باشه که او خودش متکثر نباشه، در اصل یک امر واحد تکثیر به وجود آورده باشه. برای پس او امر واحد مهمه در اصول. دیگه ای که مفهوم این همانی یا مطابقت در این مهم بوده. و فرض که شما اصل نخستین یا نمو آخر پیدا می‌کردین، باید بر پایه نمو اصل نخستین کل جهان میتونستین توضیح بدین. و کل می 7 فیلسوف پیش از سقراطی دنبال نمو اصل نخستین بودن. الان می‌بینین دیگه در مثلا تالس اصل نخستین آب بوده، در مثلا اتمیا به نوعی خود ذرات اتم بوده، در مثلا فکر کنین پارمنیدس اصل نخستین اصل این همانی بوده، در هراکلیتوس یک کثرت در وحدت بوده که ما به اینا کار نداریم. اینا فقط دارم توضیح میدم به این که نشون بدیم پس فلسفه پیش از سقراطی دنبال یک آرخه یا اصل نخستینی بوده برای توضیح عقلانی جهان. و این تفاوتی با اسطوره‌های یونانیه، چون در اسطوره‌های یونانی شما می‌فهمید که کل ارجای مردم و اسطوره سازها به اسطوره‌ها بوده. مثلا اگه میگفتین آتش چطور وجود آمده، میگفت مثلا خدای مثلا چی فرض خدای تناقض مثلا آورده آتش و آب با هم به وجود آورده مثلا. ولی فیلسوفا تفاوت اینا با اسطوره نویسا به همین بوده که فیلسوفا دنبال توضیح عقلانی جهان بودن، دنبال پیدا کردن علت وحدت بخش دنیا بودن. برای این مهم بوده که وقتی یک مفهوم رو میسازن، وقتی میگه همه چیز از آب به وجود آمده، وقتی دنبال چنین علت نخستینی میگرده، باید این علت نخستین بتونه همه چیز رو به جهان توضیح بده. خب اما چرا فیلسوفای پیش از سقراطی، من دیگه دارم هی عبور میکنم چون ما قراره در اصل جایگاه اسپینوزا در داستان فلسفه توضیح بدیم. برای همین تک تک این مواردی که میگم پشت خود خب بحث‌های خیلی زیاده داره، هر کدوم از اینا که
مثلا شما همین خود مفهوم ضرورت رو اگه به اینترنت یا مثلا سایت لبجن سرچ کنین، نزدیک به شاید 100 مقاله در مورد خود مفهوم ضرورت در پیش سقراطی آماده باشه. برای ما به اینجی فقط داریم اون کلیاتی رو میگیم. اما چرا فلسفه پیش سقراطی به مشکل خورد؟ به خاطر از اینکه یک گروهی به نام سوفیست‌ها آمدن و در اصل شک سوفیستی از درون علم گروه بیرون شد. حالا ما به او کار نداریم که اینا تا چه اندازه خود مفهوم سفسطه از بحث اینا به وجود آمد و اینا خلاصه شروع کردن با زبان بازی و اینا رو کار نداریم، ولی اون بخش کارهای فلسفی تر از اینا که اگه کسی که به گوش شما آشنای پرتاگوراس که در اصل معلم دیگه سوفیستایی بود، مباحثی و کاملا جدیه و اصلا هم زبان بازی و سفسطه و چیزا نیست. اینا شکی که اینا مطرح کردن اینه که وقت شما به فیلسوفای پیش سقراطی گفتن که وقت شما دنبال اصل نخستین میگردین، خب این اصل نخستین تنها از یک ضابطه به دست آوردین، از یک راه شناخت به دست آوردین و اون راه شناخت مشخص حواس شمانه، حتی شهود عقلانی شمانه. مثلا تشخیص میدین که دنیا باید از آب به وجود آمده بشه، یا اون مدلی که نیچه تعریفی که از پیش سقراطی میده. شما دنبال شناخت پیدا کردن علت مادی دنیا بودین. بریم یک دم میگین از هوا به وجود اومده، یک دم میگین از آب به وجود اومده، یک دم میگین از مثلا لوگوس به وجود اومده و اینا. بریم سوفیستی یا شک سوفیستی از این قسمت شک بر روی حواس به وجود اومد. اینا گفتن اصلا به حواس نمیشه اطمینان کرد. یعنی مثلا یک نفر که دست خور میگیره نزدیک آتش به یک میزان حرارت کسب میکنه، تاثیر میگذاره حرارت آتش بر روی یک نفر دیگه بیشتر یا کمتر. دیدین دیگه حواس واقعا به نوعی غلط اندازه دیگه. سوفیست‌ها چون در واقع نمو مسیر راه شناخت حسی قطع کردن، ما وارد حفره در اصل شک سوفیستی شدیم. در این قسمته که سقراط و افلاطون و ارسطو در اصل به عنوان فیلسوفای مهم وارد فرهنگ یونان میشن. همین که شنیدین دیگه که میگن انسان معیار همه چیزه. اصل جمله اینه که انسان معیار است، همه چیز نمیگه. ولی همین هم که پرتاگوراس میگه انسان معیار همه چیزه، خب معنی داره. پرتاگوراس میگه وقتی همه شناخت ما بر پایه شناخت حسیه، خب پس انسان معیاره دیگه. یعنی یک انسان هندی یک نوع شناخت داره از این مسائل؟ نه، همه چیز که برمیگرده به فرهنگ و حس و ذائقه و این چیزا. انسان یونانی به یک مدل، حتی برده به یک مدل، زن به یک مدل، مرد به یک مدل، هر کس میزان شناخت و درجه شناخت از کیفیات و این چیزا متفاوته. برای پس نشون میده که انسان معیاره، هیچ چیز عقلانی در دنیا وجود نداره، همه چیز برمیگرده به تعریف انسان از جهان. خب به این قسمت سقراط پاسخ اینا چی میده؟ میگه که کل اینا دیگه داستان داره دیگه. باز اگر عمر کردیم و روزی بودیم با هم دیگه، باز میشه تک تک اینا جدا جدا درس بگیریم. مثلا در مورد شک سوفیستی میشه 10 جلسه صحبت کنیم. سقراط جواب اینا چی میده؟ میگه که بله، زیبا متفاوته. یک نفر تو زیبا میبینی، اون نفر او زشت میبینه، اون نفر ایر مثلا امر خوب میبینه، اون نفر او امر بد میبینه. سفید برای هندیا نشانی عزای، برای ایرانیا سیاه نشانی عزای. بله، اما درست زیبا متفاوته، اما زیبایی متفاوت نیست. مفهومی عقلانیه که باید در مورد صحبت کنیم. یعنی خود ای که زیبا چیست نظر آدم ها متفاوته، اما ای که زیبایی چیست او زمان تو مجبوری دیگه از راه حس خود فراتر ببری، یعنی گذر کنی از راه حس و در مورد خود ای که زیبایی چی میتونه باشه تعقل کنی دیگه. او قسمت دیگه شناخت حسی جواب نمیده. بریم به این مدل سقراط و افلاطون جواب پاسخ در اصل سوفیستایی میدن و سوفیستایی در دوره ارسطو دیگه به کل از میدان فلسفه بیرون میرن. ما دو جریان عمده داریم بعد از سقراط. یکی جریان در واقع کسایی که گرایش دارن به افلاطون و نظریه موصول. جریان دوم جریانی هستند که گرایش دارن به ارسطو و نظریه صورت. اول یک چیز نکته یاد شما باشه که اینا در بنیان و در متافیزیکی که به وجود آوردن هر دو فیلسوف در اصل این همن، خیلی تفاوت ندارن ارسطو
افلاطون، ولی در دامنه فلسفه با هم دیگه متفاوت میشه. او گروهی که گرایش داره به نظریه موسول خب باور داره به دو جهان، در واقع دو جهانی که در عقل شناخته میشن، نه که واقعا دو جهان وجود داشته باشه، جهان معقولات و جهان محسوسات. اینا به این باورن که سوفسطائی‌ها تونستن به نوعی جهان محسوسات به شک بکشونن و نقد کنن اینا. اما چون جهان محسوسات جهان متغیرات و در واقع اصل پارامنیدیسی ای بود که ما دنبال چی باشیم؟ دنبال ثبات، واحد، امر وحدت بخش. برای این ما افلاطون میگه ما جهان در مقابل جهان محسوسات داریم به نام جهان معقولات که در اون قسمت انمی 4 مؤلفه پیش سقراطی‌ها وجود داره. ضرورت وجود داره، ثبات وجود داره، وحدت وجود داره و مطابقت وجود داره در جهان معقولات. بعد از افلاطون ارسطو میاد. ارسطو ما به عنوان در واقع در مقابل افلاطون به عنوان یک ماتریالیستی میشناسیم، در مقابل افلاطون که گرایش‌های ایدئالیستی داره به اون معنای فلسفی داره، نه به معنایی که متوهم بوده. ولی ارسطو معیار اینمی چیز قرار میده، میگه جوهر یعنی چی؟ یعنی تودیتی، یعنی جوهر یعنی چیزی که چیز را چنان میکند که است. همی چیز یعنی مارکره، چیزی که یعنی مارکر کرده یعنی جوهره، یعنی کاملا میایه برو امر ماتریال، امر مادی. و از این قسمت شروع میکنه فلسفه. باز به قرون وسطا برمیگردیم به این که چرا فلسفه ارسطو آنقدر در درون خود متافیزیک ارسطو تناقض داشت که باعث خلق دو جریان در قرون وسطا شد. برو صحبت می‌کنیم. خب پس این کلیت بحث گفتیم که بعد از سقراط دو جریان به وجود آمد، جریان در اصل افلاطونی و جریان ارسطویی. جریان افلاطونی قائل بود به این که دو جهان وجود داره، جهان معقولات و جهان محسوسات، و نمو 4 مفهوم پارامنیدیسی مثل چی؟ ضرورت، ثبات، وحدت و مطابقت در جهان معقولات، نه در جهان محسوسات. و نظریه صورت به این باوره که صورت یک چیز مهمه. صورت یک چیز یعنی جوهر اون چیز. هر چیزی که چیز را چنان میکند که هست، علمو چیز جوهرینه و علمو حقیقتینه. که باز به قرون وسطا صحبت میکنه. اما میبینیم که مرحله بعدی چطور شد که فلسفه یونان به کل رفت کنار. ما دوره داریم بعد از سقوط در اصل فرهنگی یونان، دوره داریم به نام دوره هلنیستی که دوره در اصل یونانی مابی میگن. اولین بار که فلسفه هم نظری موسول هم نظری صورت، هر دو تا، هم گرایش افلاطونی هم گرایش ارسطویی زیر سوال رفت با شک در اصل هلنیستی بود، با فیلسوفای دوره هلنیسم. اینا شروع کردن به شک کردن به نظری موسول و شک کردن به نظری صورت. پرسش اینا چی بود؟ ای که اساساً شک ما فرقی با شک سوفیستی ها اینه که اونا شک داشتن به راه شناخت از طریق حس. ما اصلاً به خود مفهوم این همانی، به خود اصل وحدت بخش، به خود اصل مطابقت، به این شک داریم. اصلاً کی گفته که فکر مساویه با وجود؟ اینا یک شک بنیادین بود. کل بحث شناخت از راه حس و شناخت از راه عقل و کل اینا زیر سوال بردن. مفهومی که اینا داشتن چی بود؟ آپوخه یا اپوخه. اپوخه یعنی چی؟ یعنی تعلیق حکم. اینا میگفتن در مورد هر چیزی به دنیا که نظر بدی داری حکم صادر میکنی و این حکم از در اصل ذهن خود تو آمده بیرون. هیچ اصل مطابقتی وجود نداره که نشون بده حکم تو برمیگرده به حقیقت. حکم تو بر نمیگرده به ذهن تو، بلکه در پس پشت خود از یک حقیقت صحبت میکنه. چنین اصلی وجود نداره و چون چنین اصلی وجود نداره، وقتی من میفهم هر حکمی در مورد دنیا بدم، حتی همین حکم که من هستم، همین حکم برام بدم، یک حکمی که من فقط به قائلم، احتمال داره یک نفر دیگه من اصلا نبینه، من وجود نداشته باشم، پس هر حکمی باطله. برای اینا باور داشتن، حتی نمیگفتن باطله، اینا میگفتن هر حکمی راه نمیبره به حقیقت. برای اینا از تعلیق حکم گپ میزدن، از اپوخه. به این رقم کل فلسفه افلاطون ارسطو، چون اینا از راه شناخت عقلانی پیش میرفتن، زیر سوال رفت دیگه، چون اینا هم شناخت حسی هم شناخت عقلی زیر سوال بردن. این بود که ما وارد چی میشیم؟ وارد قرون وسطا میشیم. چرا؟ چون بعد از دوره هلنیستی در 529 که قرون وسطا شروع میشه،
در واقع تقریبا 500 سال هم از ظهور عیسی مسیح میگذشت و فلسفه و کلام و فلسفه مسیحیت وارد یونان و اسکندریه میشه. خب فلسفه هجرت کرده بود از یونان به اسکندریه. برای این فلسفه شکل میگیره بعد از آمدن مسیحیت به نام فلسفه قرون وسطا. در این فلسفه آگوستین اول باید میامد چیکار میکرد؟ جواب شک هلنیستی رو میداد دیگه. یعنی نمیشه که شما بیاین در فلسفه قرون وسطا بحث مطرح کنین که نه ردی باشه بر فلسفه یونان نه ردی باشه بر فلسفه هلنیستی. نمیشد دیگه. یعنی نمیشد که شما یک چیز رو از اول شروع کنین بدونی که او کل دانش قبل از خود ابطال کنین. برای این آگوستینوس چیکار میکنه؟ آگوستینوس میایه شک هلنیستی زیر سوال میبره. یعنی خود شک هلنیستی رو از اعتبار میندازه. چطوری از اعتبار میندازه؟ میگه بله من گپ شما رو قبول دارم که شناخت حسی و شناخت عقلی بر اون چیزی که افلاطون ارسطو میگفتن دیگه اعتبار نداره، اما دلیلی که شما میارین که اعتبار نداره من به اون دلیل شک دارم. شما میگین که اعتبار نداره چون اصلی به نام اصل مطابقت وجود نداره. من اصلا فلسفه رو به دیگه جا میگذارم بنیانی. من اصلا به اصل مطابقت کار ندارم. خب اصل مطابقت یعنی چی؟ یعنی وقتی من در مورد دنیا فکر میکنم دنیا همون چیزی است که من فکر میکنم یا نه؟ در اینجا بحث مطابقت پیش میاد. من اصلا نیاز ندارم در مورد دنیا فکر کنم. من معیار دیگه بیرون میکشم بیرون. از بیرون میارم داخل بدن، میارم داخل ذهن. یعنی دیگه به من مهم نیست که چیزی که من فکر میکنم در بیرون مصداقی وجود داره یا نه. من فقط در مورد این فکر میکنم. آیا من فکر میکنم؟ عین اون شک دکارتی که ما میشناسیم. ریشه های شک دکارتی برمیگرده به در واقع شک آگوستینوس. اول این آگوستینوس بود که بحثی که میاندیشم پس هستم مطرح کرد. ولی حتی خود گزاره کوگیتو میاندیشم پس هستم گزاره خود آگوستینوس در اعترافات. او چی میگه؟ میگه که شک میکنم پس هستم. این اول از خود آگوستینوس بود. تقریبا نزدیک به 1000 سال قبل از دکارت این مسئله رو مطرح کرد. پس آگوستینوس چی میگه؟ میگه مهم نیست چیزی که من فکر میکنم در بیرون مصداقی وجود داشته باشه. مهم اینه که آیا من فکر میکنم یا نمیکنم. پس میاره از بیرون کلا میکشه میاره داخل ذهن. بنیان شناخت کجا میشه؟ ذهن. و میبینیم که ریشه های دکارتی و ریشه های کانتی برمیگرده به آگوستینوس و این گپ من نیست. کتاب هستی در اندیشه فیلسوفان از ایتین ژیلسون ترجمه دکتر طالبزاده او کامل یعنی میره آماده توضیح داده که چطور برمیگرده به فلسفه آگوستینی مباحثی که دکارت و کانت. حتی او دکارت متهم میکنه که دکارت میفهمیده که این ریشه رو برمیگرده به آگوستینوس ولی چیزی نگفته. خب پس آگوستینوس چیکار میکنه؟ میگه که من به اصل این همانی مطابقت کار ندارم، بنیان میارم میگذارم داخل ذهن خود و اصلا سوال از اینجا شروع میکنم که اصلا فکر کردن ممکن هست یا نه. آیا من میتونم فکر کنم یا نمیتونم؟ خلاص. حتی به می که شک میکنم خود این پروسی عقلانیه دیگه، پروسی در از تأملیه. آیا من میتونم شک کنم و به شک کردن خب به این فرایند شک کردن اسمی رو بگذارم تفکر یا نه؟ پس از این قسمت شروع میکنم. خب من اینجا جدول آماده کرده بودم، البته این مربوط بود به درس خود ما در درس قرون وسطایی که خود ما داشتیم، ولی جدول خیلی جالبه. حالا این اگه چی بود باز برای شما رفیق طیب میگم به شما بفرستم خود این جدول. این در یک طرف شاعرای زبان فارسی رو آوردیم و تاریخ تولد و وفات از یاد می‌کنم. به این وسط فیلسوفای جان اسلام آوردیم و به این طرف فیلسوفای قرون وسطا. چرا جدول جالبه؟ فاصله های بین فیلسوفای قرون وسطا و فیلسوفای اسلامی نشون میده که این فاصله بین دو فیلسوف قرون وسطا در از 3 فیلسوف جان اسلام پر کرده بوده و باز فاصله بین 3 فیلسوف جان اسلام 3-4 تا شاعر زبان فارسی پر کرده بودن. به این رقم ما قرون وسطا طی کردیم. برای همین جالبه که این جدول ببینیم. مثلا ببینید آگوستینوس از 345 بوده تا 430. بعد بوئیتیوس که شاگرد آگوستین بود خیلی تحت تاثیر بود، از 477 تا 524. بعد از او پیامبر اسلام ظهور میکنه به 570 تا 632.
اولین فیلسوف که دیگه کلمی نبود، فیلسوف جان اسلام کیندی بود که معلم فلسفه بود. کیندی ببینین 801 تا 873 بوده. 801 اگر با آگوستینوس مقایسه کنین، آگوستینوس بوده 345 تا 430، نزدیک به 300 سال تفاوت دارن اینا از هم دیگه. پس کیندی نمیتونسته ادامه دهنده بحث‌های نظریه صورت ذهنی آگوستینوس باشه، نمیتونسته، چون خبر نداشته، چون ترجمه نشده بوده. اما از کجا پیوند به وجود میآید و اینا هم دیگر میشناسن، خصوصا مسلمان‌ها اول فلسفه یونان میشناسن و بعداً بعضی از متکلمای مصری میشناسن. از دوره فارابی 872 تا 950 دیگه جنبش، ما 2 قرن جنبش ترجمه در جان اسلام طی کردیم و فارابی دیگه آثار یونانی از طریق اسکندریه وارد زبان عربی میشه و اینا رو میخوانه فارابی. یک نکته رو به شما بگم که کل فیلسوفای جان اسلام یونانی بلد نبودن، همه اینا. اگر یک واژه‌ای چیزی میشناختن، مفهومی میشناختن، اون بحث دیگه، ولی همه از طریق زبان عربی فلسفه یونان رو دیدن. خب این جدول یک اهمیت دیگه هم داره. اگه یاد شما باشه من گفتم که ارسطو بحثی داره در متافیزیک در مورد جوهر و میگه که در واقع یک چیز، آن چیزی که یک چیز میکنه یعنی اون جوهره. خب وقتی که همه چیز رو میاریم در سطح تولیتی، در سطح اشاره به چیزی، چیز چنانچه هست، خب پس اصل وحدت بخش در جوهر ارسطو بی‌معنی میشه دیگه. برای چون ارسطو خودی ایر میفهمیده، جوهر رو میگیره 2 قسمت میکنه، جوهر اول و جوهر ثانی، یا جوهر اولا و جوهر ثانی. میگه جوهر ثانی تشکیل دهنده جوهر اوله. یعنی یکی در مورد اینه که ما صحبت میکنیم این چیز چیه، حتی نمیپرسیم این چیز چیه، میگیم این چیز چطور به وجود آمده. یکی اینه که میگیم چیز چیه در کل، ماده چیه، صورت چیه، مثلا فکر کنین فعلیت چیه، کیفیت چیه، همه چیز. وقتی به اون سطح صحبت میکنین دیگه بحث شما خود میتودیتی چیز چنانچه هست نیست. این قسمت بود که یعنی جدال بین جوهر اول و جوهر ثانی وارد فلسفه اسلامی میشه. او کس تیزبین، او فیلسوف تیزبینی که این درک میکنه که چنین تناقضی در کار ابن سینا ارسطو وجود داره. و باز جالب اینه که آنقدر آدم در از خویشتنداری بوده که میگفته من شاید اشتباه میفهم. تا آخر عمر خود فکر میکرده او اشتباه میفهمه، ارسطو اشتباه نکرده. فکر میکرده او نمیتونه درست درک کنه فلسفه ارسطو. او کی بود؟ ابن سینا، نه فارابی. این ابن سینا بود که تفاوت میگذاره بین وجود و ماهیت و این بحث ابن سینا جدال به پا میکنه در کل فلسفه اسلامی. بعد این جدال وارد قرون وسطا میشه. برای اگر شما این ببینین بین باش که من یک نفر حداقل بنویسم بین بحث ابن سینا و 980 بوده. خب تا فیلسوف قرون وسطایی که در اصل انمی جدایی بین جوهر و وجود ماهیت رو میگیره تا به دوره توماس آکویناس. ما به نام توماس میگیم چون بعدا هم با نام فلسفه تونسی شناخته شد. تا دوره‌ای بوده 1225. این به 980 به دنیا میاد، این به 1225. دیگه شما ببینید نزدیک به 240 سال تفاوت ابن سینا و توماس، تفاوت تاریخ تولد دو نفر. ولی توماس بود که ادامه بحث تفاوت جوهر و ماهیت و جوهر اولا و جوهر ثانی ارسطویی گرفت و وارد فلسفه غرب کرد، وارد فلسفه قرون وسطا. خب این فلسفه به یک جا سقوط میکنه. سوارز سقوط میکنه به اراده خداوندی و دیگه بحث خلاص میشه. چرا بحث خلاص میشه در قرون وسطا؟ چون کل بحث فلسفه به این نتیجه میرسه که همه چیز ریشه داره در اراده و عقل خودش. به این رقم فلسفه قرون وسطا سقوط میکنه. اما نتایج فلسفه قرون وسطا برای فلسفه مدرن چی بوده؟ داریم نزدیک میشیم به اسپینوزا. یکی مفهوم ایجاد شدگی بود.
در فلسفه یونانی ما مفهومی به نام ایجاد شدگی نداشتیم. جهان از اول بوده و تا آخر هم هست. این در قرون وسطا بود که در اصل مفهوم ایجاد شدگی به وجود میاد، یعنی جهان از یک جای ایجاد میشه. صحیح میفهمین در علم مدرن هم با بیگ بنگ خودی نشانی از اینه که جهان از یک جا شروع شد دیگه، یعنی شروع کرد به بسط گفتن اینا. خب پس مفهومی که در خدماتی که فلسفه قرون وسطا و فلسفه مدرن کرد، یکی اینه که مفهوم ایجاد شدگی رو وارد فلسفه کرد. حالی هم اگه ببینید مثلا شما وقتی یک نقاشی میکشین میگن اثر خلق کردم، یعنی شما در باز از اون مفهوم ایجاد شدگی استفاده میکنید. مفهوم بعدی مفهوم علت بود، چون علت در فلسفه یونان یعنی حرکت. بریم وقتی میگفتن مشتری عقل مثلا هفتمه، چرا؟ چون علت مشتری خود مشتریه. چرا؟ چون از کجا میفهمین که مشتری عقل داره؟ به دلیلی که حرکت داره و حرکت از او بر پایه عقلیه که داره. ولی در فلسفه قرون وسطا علت از حرکت گرفته میشه، به علت همه چیز برمیگرده به اصل وحدت بخش ثابت غیر متغیر که چی باشه؟ خدا. یعنی چهار اصلی که در پارمنیدس هست باز در فلسفه قرون وسطا هست، یعنی ضرورت، خدا ضرورت داره، ثبات، خدا متغیر نیست، واحد، خدا یکه. منظور ما یک یعنی که کثرت درون واحد بیرون اومده، نه اینکه واحد معادل با یک. مطابقت، همه چیز باید با وجود خدا مطابق باشه، هیچ چیز نمیتونه خلاف وجود خدا باشه. پس مفهوم علت به این رقم تغییر میکنه در قرون وسطا. مفهوم بعدی چیه؟ مفهوم وحدت. همه جهان در قرون وسطا فلسفه طوری چی شد که همه جهان در یک نظم وحدت بخشی، کثرت که در یک وحدتی که برمیگشت به نقطه واحدی که خدا باشه. همه جهان، همه کثرات برمیگرده به اون وحدت. و دیگه فاعل عاقل مختاره. فاعل عاقل مختار چه کسی میتونه باشه؟ باز خداه. چرا فاعله؟ چون سازنده جهانه، چون خلق کننده جهانه، خلق کننده هستیه. و مختاره، او خواسته که جهان باشه. و جایگاه انسان، چرا جایگاه انسان زاده قرون وسطایی؟ چون اصلا خود عیسی مسیح زاده قرون وسطایی، به دلیل که عیسی مسیح بر باور مسیحیت خود خدا بوده در کالبد بشر دیگه، و کالبد بشر آمده و در از تن گرفته، تنانگی به دست آورده و آمده بشارت داده و بعدم دوباره رفته پیوسته پس به خدا. و میفهمیم که تسلیس در اندیشه مسیحیت به معنای سگانه باوری نیست. وقتی ما میگیم خدا، عیسی مسیح و روح القدس، اینا همه یک جوهر دارن، باز به یک اصل وحدت واحد میرسن. پس تسلیس به باوره که ما در مورد مسیحیت داریم که تسلیس یعنی باور به سه خدا، چنین چیزی نیست در مسیح. خب با کلی خدماتی که فلسفه قرون وسطا میکنه به فلسفه یونان و فلسفه مدرن، دکارت ظهور میکنه. دکارت چی میگه؟ دکارت میگه که اون کوگیتویی که دیدین میگه که میاندیشم پس هستم، بنیان همه چیز برمیگرده به معیار همه چیز منم و بنیان همه چیز برمیگرده به شناخته که من دنیا دارم. و فقط تفاوت دکارت در واقع با کانت اینه که کانت به این باوره که مطلقاً بنیاد همه چیز منم، قانونگذار منم، ولی دکارت میگه که از یک قسمتی در بحث تأملات، در یک قسمتی میگه که چون خدا نمیتونه دروغگو باشه، پس خدا به من حقیقت چیزها طوری که هست نمایان کرده و فقط من با فعالیت فکری و فعالیتی که دارم، عقلم داره، من میتونم اون چیزها رو به دست بیارم، کسب کنم. بریم با دکارت که ما با کشف عقل میرسیم. کانت چی میگه؟ کانت میگه که ما دارم بین دکارت و کانت دیگه چند فیلسوف جا میندازم قصدن، باز میگم چرا. کانت میگه که نه تنها بنیاد همه چیز منم، بلکه منم که قانون گذارم، یعنی منم که به طبیعت قانون میبخشم. در واقع قوانین طبیعت هم قوانینیه که من دارم به طبیعت میدم
ولی با یک نوع رابطه متقابلی که بین عقل ما و طبیعت وجود داره. یعنی مثلا ببینین مثلا F مساوی به MA، این من کشف نکردم، این من در یک رابطه‌ای که با طبیعت داشتم بر طبیعت نامگذاری کردم. این رقم میتونستم مثلا قانون مثلا جاذبه رو به دست بیارم به او حال و هوایی که خودی با فلسفه فیزیک نیوتن داشت. برای در کانت من اصطلاحی شکل میگیره، میگه که نه هم تجربه میتونه غلط انداز باشه، هم عقل میتونه غلط انداز باشه، هر دو تا احتمال داره ما رو به گمراهی برسونه. کانت میگه که وقتی من قانون گذار باشم پس میتونم به یک نوع مفاهیم محض پیش فرض بگیرم که بر پایه یعنی اون مفاهیم محض در مورد طبیعت، خدا، جهان، هستی، فرد، در مورد همه چیز نظر بدم. بعد فیشته تفاوتی با کانت اینه که میگه در واقع من اصطلاحی کانت تبدیل میکنه به من مطلق. میگه که نه تنها تو در مورد جهان قانونگذاری و کل شناخت تو شناختی که بر پایه من وجودی تو شکل گرفته، بلکه حتی رابطه در از فهمی که من از خود خودم و این از در فلسفه کانت با شناخت حسی به دست میارم، چون کانت میگه همه شناخت‌ها از راه حس شروع میشه، نه که به دست میاره، شروع میشه. چی میگه؟ فیشته میگه اصلا ما نیازی هم به این رابطه نداریم. در واقع همین که من در مورد این فکر کنم که من هستم و من فلسفه من صرفاً تفلسف در مورد ما باشه کافیه. یعنی حتی نیاز ندارم من در مورد حدود عقل صحبت کنم، بگی که عقل تا چه میزان میتونه جهان بیرون بشناسه. و در هگل میفهمیم که این برمیگرده من مطلق فیشته‌ای برمیگرده به روح مطلق. این که خب اصلا من هم زاده یک دوره‌ام، اصلا من یک من مجردی که شما او رو بکنین از فضا و زمان نیستم، بلکه من زاده کل روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و هنجارها و چیزهای دوره و زمانی خود کنم. یعنی به قول هگل میگه هیچ فیلسوفی نمیتونه از زمانی خود فرار چی کنه، بگه که من از زمانی خود برکنارم، یعنی هیچ تعلقی به زمانی خود ندارم. به این رقم میگه اصلا منم به اون صورت من مطلقم زمان اهمیت داره که او در مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میفهمیم که وقتی این بحث بالا میاد خب خود به خود مارکس به وجود میاد، دل هگل. به هگل میگه بله مناسبات مهمه، اما تو گرفتی مناسبات در روبنا بررسی کردی، در واقع مناسباتی که این روبنا رو میسازه مهمه و اون مناسبات در کجای؟ در زیربنا. بله. بعد این بود که آغاز فلسفه مدرن. به دوره در زمان سقوط روشنگری و سقوط فلسفه ایدئالیسم آلمانی، فلسفه مدرن هم در اصل سقوط میکنه. اما چرا روشنگری و چرا ایدئالیسم آلمانی سقوط میکنن دلایل مختلف داره. کتاب‌ها در این مورد نوشته شده. من فقط شما رو ارجاع میدم به نوشته‌ها و آثار پول ریدینگ که کلاً تمرکز بر روی ایدئالیسم آلمانی بوده. یعنی بحث‌های خیلی زیاده در مورد اینکه چرا فلسفه مدرن سقوط کرد. من میتونم دلایل را مختلف نام ببرم، همونایی که به ذهن من برسه. ولی من خلاصه برای شما بگم که بحران روشنگری ای که انسان میاره ضربه بزرگی زد و خصوصا انقلاب فرانسه باعث شد که تغییرات در فهم فیلسوفا و کلاً متفکرها در زمینی ای که انسان میاره تغییرات دری به وجود بیاره و این باید رسوخ کرد در فلسفه. چون بعد از هگل به باور ژیژک حتی ما دیگه به اون صورت فیلسوف تراز اول نداشتیم بعد از هگل. یعنی باقی فیلسوفای بعد از هگل به نوعی تکرار مکررات یا به نوعی همخوان کردن چند فیلسوف دیگه بودن و نام همخوانی خود گذاشتن فلسفه. خب این آغاز بحران. وقت بحران شروع میشه دو فیلسوفی داریم که فیلسوفای بحرانن. یکی کیرکگوره که وقت بحران به وجود میاد میگه که ما باید چیکار کنیم؟ از هگل عبور کنیم به ایمان. خب معلوم شد که شناخت بشری به این که من مطلق، به این که بشر در بنیان همه چیز قرار داره، این به بنبست خورده. بریم ما باید برگردیم به یک نوع دریافت فردی از ایمان، نه تعریفی که ما از ایمان داریم. میگه یک نوع دریافت وجودی از ایمان و ای که من چطور میتونم با کمک
در اصل به نوعی خب با او کم به نوعی برمیگرده برای بنیانگذار اگزیستانسیالیسم میدونن. این که من چطور میتونم شناختی از دنیا به دست بیارم و این شناخت صرفا شهودی باشه، یعنی شناخت عقلانی به این معنایی که یعنی برگرده به معرفت شناسی کانت و اینا نباشه، فقط شهودی باشه و یک شناخت دریافتی باشه و حذف ببرم از موسیقی و حذف ببرم از بافت معماری برلین و این چیزا رو، همه اینا به نوعی به من کمک بکنه برای ساختن وجود. این از کیرکگور بود و این برای این مثال‌های کیرکگور و فیلسوفای کیرکگور کیاین؟ یعقوب پیامبر و ابراهیم پیامبر. اینا مثال‌های برازنده و فیلسوفای طراز اول کیرکگور شناخته میشن. چرا؟ چون در بحران به نام اصل تصمیم اینا قرار داشتن که آیا من بچه کار برم سری رو ببرم یا نه، در ابراهیم و صبر ایوب و اینا برای کیرکگور مسئله بررسی فلسفی ای پیامبراست، پیامبرای یهودی. فیلسوف دوم بحران نیچه میگه او میگه باید برگردیم، کیرکگور میگه باید برگردیم به ایمان، بازگشت به ایمان. نیچه میگه باید برگردیم به فلسفه یونان، برگردیم به اون اصول باثبات پیشا سقراطی ها. قبل از اینکه انسان سقراط وارد کنه ما باید برگردیم به پیشا سقراطی ها، جایی که انسان حضور نداشت، این معنی مطلق وجود نداشت و اصلا بحثی شروع نشده بود. برای نیچه تاکید داره، خصوصا نیچه دور اول تاکید زیاده داره بر روی بازگشت به فلسفه یونان. خب همزمان کیرکگور تاکید داره بر روی فرد انسانی. هر فرد خودی میتونه در مورد همه چیز نظر بده و نظر از او به یک میزان میتونه درست باشه و نظر از او چون برمیگرده به شناخت درونی از او میتونه پیچیدگی‌های وجودی از اون نشون بده. ولی نیچه برمیگرده به جنون فردی، به این که میگه ما باید عقل دیگه به اندازه کافی کار کرده و به قول ایرانی‌ها شوری رو در آورده و ما باید دیگه انال بین عقل جا باز کنیم برای چی؟ جنون و دیوانگی. خب من چند نفر فقط برای که چی کنم کنار هم گذاشتم که برسیم به اسپینوزا. مارکس در برابر هگل. چرا؟ چون مارکس بود که گفت نه اشتباه میکنی، تاریخ توسط جریان درون ماندگار روح و منطق درونی جهان و عقل جهانی پیش نمیره، بلکه توسط حرکت، کلمه جنبش میگم، جنبش توده ها چرخ تاریخ میچرخه و این بدن ها، آدم ها، توده هاین که تاریخ حرکت میدن. پس مارکس در مقابل هگل قرار میده، نیچه در برابر کانت قرار میدیم. دارم اینا رو خوانش‌های خود منه دیگه، یعنی احتمال داره هر کدوم از این خوانش‌ها زمان کمه. پرسش و پاسخ یک نیم ساعت از پرسش و پاسخ اینا رو هم میگیرم. خب پس من کوتاه‌تر میگم. نیچه در برابر کانت میگه که اراده مهمتر از فهم عقلانی اخلاقه و بحث یار دیگه راه میکنیم. فروید در برابر دکارت. چرا؟ چون فروید میگه که ناخودآگاه سهم بیشتر در شناخت در ساختن تو داره تا خودآگاه تو، تا عقل تو. خب اسپینوزا ما گرفتیم آوردیم بین چی؟ الهیات و فلسفه مدرن. الهیات ما، میراث ما از چی بود؟ در قرون وسطا. چه فرق نمیکنه قرون وسطای اسلامی یا قرون وسطای مسیحی؟ چرا فرق نمیکنه؟ چون هر سه دین اینا ادیانی هستند که ریشه مشترک دارن و اینا به همین دلیل ادیان وحیانی و ادیان ابراهیمی میگن. و فلسفه مدرن. چرا اسپینوزا بین الهیات و فلسفه مدرن قرار میگیره؟ چون اسپینوزا نه تاکید حاد بر اراده خداوندی داره به این که معیار همه چیز خدای ثبات و اصل وحدت بخش و مفهوم واحد خدای، نه ایر میگه. نه فلسفه مدرن، یعنی این که اصل وحدت بخش و اصل واحد و اصل باثبات معنی مطلق انسانه. هم سوژه میگذاره کنار به عنوان فاعل شناسات، هم به نوعی آدگی به نوعی هم سوژه ابژه الهیات میگذاره کنار، هر دو تا میگذاره کنار. خب برای اسپینوزا مهمه به خاطر ازی که نه به دلیلی که توازن برقرار میکنه و آدم مصلحت اندیشه، نه چنین نیست. فلسفی و تئوری متافیزیک فلسفه اسپینوزا تئوریه که نه کامل برمیگرده به الهیات، نه کامل الهیات میگذاره کنار برمیگرده به فلسفه های سوژه، چنین کار نمیکنه.
به این لحاظ اسپینوزا مهمه. یک قطعی رو من از وارن مونتاگ از اسپینوزیست معاصر گرفتم، یک قطعی در مورد انمی حد وسط اسپینوزا، این رو برای شما میخونم. این توهم نظریه‌های سوژه محور، این توهم نظریه‌های سوژه محور رو محکوم می‌کند اسپینوزا، یعنی محکوم می‌کند که فرد بشری حکومتی درون حکومت دیگر، بیرون از نظم طبیعت و ارباب امیال، یعنی اراده نیچه‌ای، ارباب امیال و اندیشه‌های خاص خویش است. اسپینوزا در اینجا دو دسته سلسله مراتب را واژگون می‌سازد که می‌توان گفت هر دوی آنها به لحاظ تاریخی سازنده مفهوم سوژه اند. نخست این تز که ذهن بر بدن حکمرانی می‌کند. اسپینوزا این کنار می‌گذاره. ذهن حاکم بر بدن نیست، این می‌گذاره کنار و بدن تعین می‌بخشد. در ثانی اسپینوزا این امر را رد می‌کند که ذهن بتواند بر عواطفی چیره یابد که از نظر وی باید بر حسب روابط نیرو ضرورت متناسب با آنها بدون ارجاع به قسمی علت متعالی مورد مطالعه قرار بگیرد. اسپینوزا نکته دومی که رد می‌کنه، اولی که ذهن حاکم بر بدن و اصلا ما چیزی دوگانه‌ای به نام ذهن و بدن داریم، این رد می‌کنه. میگه اصلا ما دوگانه‌ای به نام ذهن و بدن نداریم. وقتی تو از بدن صحبت می‌کنی از ذهن صحبت می‌کنی، وقتی از ذهن صحبت می‌کنی از بدن صحبت می‌کنی. نکته دومی که رد می‌کنه میگه هیچ چیزی بیرون از طبیعت نیست، هیچ چیزی متعالی‌تر از طبیعت نیست، هیچ چیزی خارج از طبیعت نیست. حتی خدا طبیعت معادل به طبیعت. وقتی میگی خدا یعنی طبیعت. برمی پس اصل متعالی فرارونده و استعلا یابنده، فرارونده از عقل بشر که یعنی فراتر از این باشه و اصلا بیرون از هستی ما باشه، و یا موجودی که شما او جایگاهی بدین به او که فراتر از طبیعت باشه، اینا رو همه رد میکنه. و نکته آخری که دو نکته آخر فقط خیلی کوتاه میگم که وارد پرسش خواست، خیلی کوتاه دیگه 5 دقیقه. این که چرا اسپینوزا برای قرن 21 مهمه، یک قسمتی رو من در مورد فلسفه توضیح دادم، این که نشون میده که همه چیز درون در یک حالت درون ماندگار در درون امی طبیعت وجود داره و با امی طبیعت و بدن معادل با ذهن و ذهن همون طبیعت بدن، هیچ تفاوت بین اینا وجود نداره. یک قسمت برمیگرده به فلسفه سیاسی اسپینوزا میگه حقا تنها بدن معادل ذهن و ذهن معادل بدن نیست، بلکه حقا معادل قدرت و قدرت معادل حقه. هر کسی به میزانی که قدرت داره حق داره. بعد چی میگه؟ میگه حق به تمامی تفیز نمیشه. حتی اگه انسان ها اراده کنن که کل حق خود بدن به حاکم، نمیتونن. حق به تمامی داده نمیشه. یک نفر نمیتونه به تمامی برده یک نفر دیگه باشه. میگه دولت از بیگانه ها به اندازه که از شهرونده های خود میترسه، از بیگانه ها نمیترسه. صحیح؟ و نکته آخری که در برای قرن 21 مهم اسپینوزا انبوه خلق، کنش، جنبش توده، حرکت بدنها، آدمها مهمتر از فرد میدونه، فرد انسانی که لیبرالیسم به نوعی تبلیغ میکنه. شما دیدین دیگه در کتاب‌های روانشناسی خودت باش، به فکر خود خوب باش، تو مهمی، بعد از تو خانواده مهمه، بعد از تو مثلا جامعه مهمه، اول تو نی و اینا. در فلسفه اسپینوزا کلا فلسفه اسپینوزا علیه اینو از روانشناسی، علیه اینو از تاکیدی که لیبرالیسم داره. لیبرالیسم تاکید داره بر روی فرد محوری، ولی اسپینوزا تاکید داره بر روی چی؟ جنبش توده، حرکت‌های جمعی و امر مشترک که با هر کدوم از اینا رو مفصل می‌خوام. و این که چرا اسپینوزا برای ما مهمه، مواردوار برای شما میگم. یک بحث از الهیات، چون جامعه ما هنوز یک جامعه دینخویه. مباحث اسپینوزا در نقد الهیات، در تایید الهیات، در پیشبرد الهیات و فرارفتن از الهیات بسیار تاثیرگذار برای جامعه ما. و جالب اینه که شما میتونین الهیات اسپینوزا رو پیش ببرین بدون اینکه شما روشنفکر دینی باشین. یعنی صرفاً به عنوان کسی که پژوهش فلسفی میکنه میتونه با الهیات درگیر باشین، بدون اینکه شما روشنفکر دینی باشین و برای شما مصلحت و این چیزا مهم باشه. شما میتونین در درون فلسفه بحث الهیات پیش ببرین. و به شدت ضد خرافه. گفتیم هر امر متعالی که فرا بره از طبیعت رد میکنه. برای این مخالف سرسخت هر نوع خرافه. بحث از سیاست به شدت دفاع میکنه دموکراسی رادیکال. هر نوع دموکراسی در مقابل دموکراسی که در او امر مشترک و خواست جمعی مردم مطرح نباشه، او به عنوان دموکراسی نمیدونه. و یا دموکراسی خیلی ضعیف و شکننده میدونه.
به شدت دفاع میکنه از دموکراسی رادیکال مستقیمی که در او اراده جمعی حاکم باشه و تلاشی چیه؟ اینه که عوام الناس تبدیل کنه به انبوه خلق. یعنی یک مردم که از سیاست گریزانن و سیاست رو یک چیز میدونن مربوط به مدیران دولتی، تلاش میکنه این مردم رو چیکار کنه؟ سیاست زده کنه. اتفاقا اینا رو تبدیل کنه به سوژه های سیاسی که هر کدوم از اینا به عنوان یک فایل شناسای امر سیاسی وارد جامعه بشن. و بحث‌های دیگه هم داره که از اونها با ادامه جلسات بعدی صحبت میکنیم، در مورد ارزش زندگی، مفهوم مرگ، مفهوم عشق و مفهوم آینده، امر آینده، که اینا رو باز مفصل در آینده صحبت میکنیم. اینجا من یک چیزی کشیدم که فکر میکنم برای پرسش پاسخ موافق. اسپینوزا به دو مدل شناخته شده. اگه فیلسوفای انگلو ساکسون هم که نمی راجر اسکروتن که کتابی رو به شما دادم مربوط میشه به این بخش. اینا دنبال چی ان؟ وجهه محافظه‌کار و دکارتی اسپینوزا. حالا شما این کتاب رو که بخونید برای شما واضح میشه. میبینین یک اسپینوزا تبدیل شده به یک فیلسوفی که استاد دانشگاه و نرمخوی و بدبخت بوده و زندگی بدبخت هم داشته، زندگی خرابی هم داشته و اینا، بعدم به 44 سالگی میمونه. شیشه جور عدسیه جور میکرده اینا. این فیلسوفای مربوط به فیلسوفای در اصل تفسیر فیلسوفای انگلو ساکسونه. منظورم انگلو ساکسون هم استرالیا و انگلیس و آمریکا و این مناطق انگلیسی زبان. فلسفه قاره‌ای که مربوط باشه به اروپا، اینا دنبال چی ان؟ اینا دنبال وجه انقلابی اسپینوزا ان. وجه انقلابی و تیز و تند و رادیکال اسپینوزا که ما هم دنبال این تفاوت بین دو. درس ما چی رقم؟ درس ما از فلسفه اسپینوزای انگلو ساکسون شروع میشه به سمت این اسپینوزای انقلابی. و اینم که در مورد چی از این هم گپ زدیم، خود فلسفه که چطور سیر کرد، اسپینوزا در کجا قرار میگیره؟ بافتی که فلسفه یونان و قرون وسطا و مدرن رو هم پیوند زده و از این یک متافیزیک معنادار ساخته. این کاریه که در اصل اسپینوزا کرده. به بحث دکار من مثلا این قضیه کوزیتو که میگم من فکر میکنم پس هستم با من که این مورخص میشه خود بحث دکار، بحث خود دکار. شک دکارتی چی میگن؟ شک دستوری. چرا شک دستوری؟ چون شک روشمنده. دکارت اول از چی شروع میکنه؟ از شک حسی. میگه که شما ببینید این پروی من داخل آبه، نه؟ که برو قایق سوارم پروم داخل آبه. من این پرو چی میبینم؟ کج میبینم. خب این نشون میده که حواس به من دروغ میگه. مثلا نور خورشید من زرد میبینم یا سفید میبینم جنوی، ولی منشوره که وقتی جلو نور خورشید میبینم این هفت رنگ از داخل بیرون شده. پس این نشون میده که حواس من دقیق چی. ما عملا میفهمیم که خانم ها نسبت به مردها، در واقع خانم ها رنگ ها بهتر میبینن. تشخیص بین 3-4 نوع آبی در زن ها بیشتر تا مردا. باز این نشون میده که حواس به ما حقیقت چیزها رو عیان نمیکنه. خب از این قسمت شروع میکنه. حواس اول میگذاره کنار، هر پله میای یک قسمت یک چیز میگذاره کنار. کتابی که خواسته باشین به شروع کنین، اول خود گفتار در روشه کور میتونیم بخونیم. قواعد هدایت ذهن هم هست گفتار در روشه، اما در تأملات که شما دیگه شک دستوری دکارت به او اوجی میرسه، میتونین اینا دنبال هم بخونین. حواس که میگذاره کنار میای برو عقل. میگه که مثلا فکر کنین برو اصولی که ما اونا شناختیم، مثلا این اصل مطابقت، این خود رد میکنه. میگه از کجا معلوم؟ کی گفته که معیار اینه که وقتی من فکر کنم اسب بالدار وجود داره، آیا واقعا وجود داره به بیرون؟ پس این دلیل نمیشه که وقتی من یک چیز فکر کنم حتما وجود داشته باشه. خب اینم میگذاره کنار. بعد میای برو ریاضیات محض، مثلا روی هندسه محض و ریاضی، روی اینا صحبت میکنه. مثلا میگه 2 + 2 4 میشه به هر جای جهان، در هر زمان و هر مکان 2 + 2 4 میشه. اما احتمال داره یک خدای دروغگویی باشه که جهان طوری خلق کرده که 2 + 2 با این که 5 میشه. این ذهن من طوری خلق کرده که 2 + 2 بشه 4. از کجا معلوم که من قبول کنم که 2 + 2 4 میشه؟ حتی به ریاضیات هم شک میکنه و به هندسه محض هم شک میکنه. بعد خود خدای چیزه میگه، خدای دروغگو میگه الان من چطور میتونم نشون بدم که خدا دروغگو نمیتونه باشه؟ خب به اونجیه که برمیگرده به ای که یعنی اول او نمیره ثابت کنه که خدا دروغگو نیست، برمیگرده به ذهن. میگه خب من کل می پروسه رو طی کردم،
اما نمیتونم به این شک کنم که پروسر طی کردم. این خب بی‌معنیه که من به این شک کنم که خودم این پروسر طی کردم. وقتی که من این پروسر طی کردم و میفهمم که این پروسر طی کردم، پس من دارم فکر میکنم دیگه. کلمه فکر شما در می بگیریم فرایند پیش بردن و تأمل، همین اندیشه، هر چیزی که اسمی میگه. میگه من نمیتونم به این شک کنم که من این پروسر پله به پله پیش بردم، همین کارو بکردم دیگه. قابل شک هم نیست دیگه. قابل شک هم نیست. خب میگه اگه من نباشم، یا منم که من می فکر کردم که همین پروسر پیش بردم، یا من نیستم، یک روحی مرا تسخیر کرده. خب ولی وقتی من میبینم در همه شرایط، زمستان، هوا گرمه، یعنی هر کیفیاتی که بروم تاثیر میگذاره، باز هم من میتونم به می فکر کنم که دارم من پروسر پیش میبرم. پس من هستم که دارم شک میکنم. پس من هستم که دارم شک میکنم. من نمیتونم من نباشم و شک کنم. خب وقتی که خود ای کوگیتو یا کوگیتور ثابت میسازه، بعدا میای میگه خب یعنی از درون معیار درون، از درون کشف عقله که ثابت میسازه خدا نمیتونه دروغگو باشه. بعد از اینکه ثابت میسازه خدا نمیتونه دروغ، هی پس پله به پله یه حالت ترکیبی داره. اول از جزئیات شروع میکنه، میره تا نقطه‌ای که به این نتیجه میرسه که مگه نباشم نمیتونم شک کنم. پس دوباره برمیگرده، اول ثابت میسازه خدا دروغگو نیست، بعد میای برو ریاضیات و هندسه محض، بعد